طبق آماری که تو سال 2012 منتشر شد، چیزی حدود 42 میلیون نفر انسان تو کل جهان دارن تنفروشی میکنن که 70% آنها را خانم‌ها تشکیل دادن. اما برای خیلی از توریست‌هایی که با قصد مسائل جنسی به کشورهای دیگه میخوان سفر کنن، مهمه که بدونن ارزان‌ترین دختر تنفروشی توی کدوم کشورها هستن. صنعت توریسم جنسی یا تنفروشی هر ساله دارای رونق بیشتری نسبت به سال قبلش میگیره، به طوری که طی یک آمار سالانه 186 میلیارد دلار تو سرتاسر دنیا از این صنعت داره درآمدزایی میشه. حتی بعضی از کشورها آن را منبع اصلی درآمدهاشون در نظر گرفتن. شماره 1 ایران. تنفروشی تو ایران همونطور که همه ما میدونیم کاملا غیرقانونیه و با مجازات‌های سختی مثل جریمه نقدی و حتی حبس روبرو میشه. به خاطر همین غیرقانونی بودن آمار دقیقی از تعداد تنفروشی‌ها تو ایران وجود نداره. اما طبق یک آمار غیر رسمی که تو سال 2017 منتشر شد، گفته شد که از جمعیت بین 80 تا 90 میلیونی ایران 230,000 نفر دارن تنفروشی میکنن که میانگین قیمتی اونها برای چند ساعت حدود $50. البته توی ایران اگه بخوایم آمارهای مربوط به صیغه‌های موقت رو هم حساب کنیم بیشتر میشه. با توجه به آماری که یکی از نهادهای قضایی ایران چند سال پیش منتشر کرد، تنها توی یکی از کانال‌های همسریابی موقت تو ایران بیش از 1 میلیون نفر کاربر فعالیت می‌کردند که عدد قابل تأملیه. شماره 2 یونان با اینکه دختر خیلی زیبایی داره شماره 2 یونان با اینکه دختر خیلی زیبایی هم داره، اما یه جورایی ارزان‌ترین کشور اروپایی از لحاظ صنعت جنسی به حساب میاد، به طوری که دخترها با حدود $16 توی خیابوناش تنفروشی میکنن. تنفروشی توی این کشور آزاده، اما یه سری شرط‌ها داره، یعنی دخترها باید یه سری شرایط خاص داشته باشن تا دولت آنها را تنفروشی قانونی بخونه. برای همین هم گفته میشه که اکثر دخترها تو این کشور دارن غیر قانونی تنفروشی میکنن. از جمعیت 11 میلیون نفر این کشور حدود 20,000 نفر دارن تنفروشی میکنن. 3. بنگلادش کشوری در شرق هند. این کشور 3,160,000 نفر جمعیت داره و طبق آخرین آمار 140,000 دختر توی اون دارن تنفروشی میکنن. دولت تنفروشی رو تو این کشور قانونی در نظر گرفته و به دخترها اجازه میده که آزادانه روسپیگری کنن. گفته میشه که تو بعضی از محله‌های این کشور دخترایی هستن که با $1 هم تن خودشونو میفروشن. 4. بلغارستان دومین کشور اروپایی که از لحاظ قیمت دخترای تنفروش توی اروپا کشور ارزونی به حساب میاد. توی این کشور به خودی خودش قانونیه، اما روسپیگری سازمان یافته مثل فاحش خونه ها یا حلقه های تنفروشی دولت با آنها مقابله میکنن. از جمعیت 7 میلیون نفری این کشور 10,000 نفر دختر توی خیابونا تنفروشی میکنن که اکثر آنها با قیمت حدود $25 راضی به انجام این کار میشن. 5. سوریه. بعد از شروع جنگ، سوریه تو سال 2011 شهرهای اصلی این کشور ویران شدن و اکثر مردم اون آواره شدن. همین هم باعث شد که در حال حاضر به خاطر فقر مالی مردم دخترها با قیمت‌های بین 5 تا $7 هم تنفروشی کنند. این کشور در حال حاضر 18 میلیون نفر جمعیت داره و طبق آخرین آمار 25,000 نفر دختر توی اون دارن تنفروشی میکنن که البته تو این کشور کاری غیر قانونی به حساب میاد. 6. ماداگاسکار. تنفروشی توی این کشور قانونیه، در حالی که این کشور تنها 24 میلیون نفر جمعیت داره. 191,000 نفر روسپی داره. تنفروشی توی این کشور ارزونه و توریست ها گزارش دادن که دخترها با قیمت $155 هم راضی شدن که با مردها چند ساعت معاشقه داشته باشن. از طرفی طبیعت زیبای این کشور در کنار قیمت پایین دختراش اونو به یکی از اهداف اصلی توریست ها در جهان تبدیل کرده. 7. هند از اون کشورهاست که هم تعداد تنفروشش به شکل خوفناکی زیادن و هم تنفروشی توی اون قانونیه که البته با توجه به جمعیت 1,324 میلیونی چیز عجیبی نیست. حدود 700,000 نفر دختر تنفروش تو این کشور که خیلی هاشون حاضرن با قیمت $155 هم تنفروشی کنن و با مردهای توریست یا حتی هندی بخوابن.
8. کاستاریکا یک کشور کوچیک تو آمریکای مرکزیه که جدا از اینکه خیلی‌ها اون رو یکی از بهشت گردشگری جنسی مردا توی دنیا میخونن، یکی از زیباترین اهداف توریستی دنیا برای سفر هم به حساب میاد. تنفروشی توی این کشور قانونیه، اما فاحشه‌خونه ها و ایجاد حلقه های تنفروشی ممنوعه. برای همین یکی از اهداف توریستی ها جدا از زیبایی این کشور صنعت جنسیشه. با 103 میلیون نفر جمعیت 510,000 نفر دختر تو این کشور به طور قانونی دارن تنفروشی میکنن و دولت کاری باهاشون نداره. میانگین قیمت اعلام شده برای دختر این کشور $35. 10. لهستان از لحاظ ارزونی قیمت دختر تنفروش توی اروپا بعد از یونان و بلغارستان رتبه 3 رو داره. تنفروشی توی این کشور قانونیه و دخترها دارن قانونی تنفروشی میکنن، اما فاحشه‌خونه ها یا دلال بازی های مختلف توی این حوزه با واکنش سخت حکومت روبرو میشن. این کشور با حدود 38 میلیون جمعیت آمار دقیقی از تعداد تنفروشی ها توی اون وجود نداره، اما بعضی از منابع غیر رسمی گفتن که 20,000 نفر روسپی توی این کشوره که با میانگین قیمت $50 دارن به شکل قانونی تنفروشی میکنن. جدا از اینکه این کار ممکنه مبلغ قابل توجهی رو برای فرد تنفروش به ارمغان بیاره و بتونه زندگی رو بچرخونه، اما بجز این یک مورد میشه گفت که این کار سر تا سرش ضرره و آسیب برای خود فرد و حتی اون جامعه است. انتقال بیماری‌های مختلف بین افراد، کاهش آمارهای ازدواج در یک کشور، آسیب‌های بلند مدت بدنی و حتی روحی برای دختر که بعضاً حتی میتونه تا آخر عمر هم گریبانگیرش بشه و بالا رفتن آمار قاچاق انسان تنها بخش کوچیکی از ضررهای تنفروشی تو کشورهای مختلف به حساب میاد.